رکن روزه داشتن. روزه داشتن چهارم رکن از ارکان اسلام است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بنای اسلام 5 است و از آنها روزه ماه رمضان را ذکر کردند و روزه ماه رمضان به هر مسلمان بالغ، عاقل، قادر و مقیم فرض است و در آمدن ماه رمضان به دیدن ماه با چشم و یا با اسباب‌های نوی زمانوی معین کرده می شود و یا در حالت ندیدن ماه رمضان ماه شعبان را باید 30 روزی کامل کرده پس روزه ماه رمضان را گیرند. در معین کردن ماه رمضان سال شماری میلادی به اعتبار گرفته نمی شود و به ما واجب است که در شب اول ماه رمضان نیت روزه بکنیم و یک نیت در اول ماه رمضان برای یک ماه کفایه است، مگر عذری که روزه را قطع میکند که بعد آن باید نیت روزه را از نو گرفته شود. از طلوع فجر صادق تا غروب آفتاب نه خوردن و نه آشامیدن از فرضهای روزه می باشد و شخص گمان کرد و از روی ندانستن بعد صبح دمیدن و یا پیش از نشستن آفتاب چیز خورد و یا نوشید پس روزه او درست است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر آینه الله تعالی هر خطا و فراموشی را از امت من میگذرد، عفو میکند مادامی که آن را بد نبیند.